تو شبی که رونالدو و کاکا پنالتیاشونو خراب کردن و تو لیگ قهرمانان باختن، امید رئالی‌ها ناامید شده بود، اما رونالدو بعد از اون همه چیو جبران کرد. اگه از یه برزیلی بپرسید تلخ‌ترین پنالتی که دیدی کدوم بوده، قطعا میگه پنالتی آخر برزیل مقابل کرواسی تو جام جهانی 2022، چون اون شب نیمار بزرگترین شانس قهرمانیش تو جام جهانی رو از دست داد. روبرتو باجو یه تنه ایتالیا رو به فینال جام جهانی برده بود، اما با خراب کردن این پنالتی و باخت ایتالیا همه چیز نابود شد. ایتالیایی‌ها بدون اینکه فکر کنن اگه باجو نبود حتی به نیمه نهایی هم نمیرسیدن، با حرفاشون باجو رو کشتن. فرض کن تیمت 6-1 عقبه، دقیقه 102 پشت ضربه پنالتی وایسادی، یه نفر در مقابل 21 نفر، در حالی که میدونی حتی اگه توپ گل بشه نه تیمت میبره و نه مردم خوشحال میشن. این قطعا تلخ‌ترین پنالتی تاریخه. تو شبی که رونالدو و کاکا پنالتیاشونو خراب کردن و تو لیگ قهرمانان باختن، امید رئالی‌ها ناامید شده بود.